کالت کلاس نفهمیدم. با فکرم تو عاشق شده ای. من عاشق زود تشخیص های بی اساس رو پیشنهاد میکنی. از گوهره که چشمانت میبینم، که تو عاشق شده ای. این دختر کیست؟ نبیره آقای اکرم. آقای اکرم کی؟ صاحب این خانه میباشه. رئیس. بس مایل شوکت امشب در اینجا است. لیکن پگاه چیز و چهارت رو جمع کرده از اینجا رو. من خودم تا تیار شدن شناسنامه‌ام در اینجا میباشم. اگر شناسنامه بگیرم زود از اینجا میروم. مایلش برادر. بار دیگر به من برادرم نگو، استاد. مایلش استاد، شما خواطر نشوید. یک اطراف رو از نظر گذرون. تو برای چی اطراف رو از نظر میگذرانی؟ رفته من تو رو در اطراف دور میزنونم. اینجا بسیار زیبا بوده است. اینجا چیکار کن؟ درون خانه میدروی و نمیبروی. محکم کن. مایلش استاد زود بیایید. هجری تو در همینجا بودی؟ استاد خواستم همراه شما یک جای با مسجد برویم صحبت کنم. بیا صحبت کنان میرویم. استاد یک چند سوال داشتم. سوال نده برای آنکه سرم پر از سوال شد. با من اجازت دهید تا همش را فهمانم. تو اینقدر ترگب بوده ای؟ یک دم خب کن، دمت رو گرفتشین. سردارم، من اویدی کیلاس معلومات پیدا کردن میتوانم. علی کبوتر در محبس دوستی کیلاس بود. شاید او یگان معلومات دارد و کلت کیلاس کبوتری او را خلاص کرده بود. دریا دارید؟ برای همین کبوتر شاید که با کلت کیلاس یاری داده باشد. اینجا بیا دستونت رو نزدیک کن. برادر خوبی من از من دور کرد، فهمیدی؟ بار دیگر در نزدم نیا. رو پرس و پاچی خواستگت رو کن. از موشی فرا رحمت سردارم، از باوریت تا نمیبرایم. رحمت سلامت باشی. دریا داری همیشه دروغ میگفت. دریادت هست؟ دریا دارم. دروغ گو. انا این میشود دامادی دروغ گو. زورو جون خنده نکن. من تو سحر خواب نکرده اینها رو دیده بر اومدم. تو باشی میخندی. دیده ایستادم، لیکن به میسی تو در هیجان نیستم. این تر باشد بیا میرویم. رفتیم برایم. حاضر هوکن میآید. اوه بچه، هوکنش کیست؟ من فراموش کردم که به تو گویم. هوکن لایه کش می باشد. نواری لایه شناسی همون رو می سازد. خلاص رولی دامادی ساخته رو بازی میکند. دوگانه جان خاطر نشو. از دلم حس کرده ایستادم که این کار رو حل میکنیم. والله قسم. آیا این حس به حس کنی اول ما ندی ندارد؟ بایدم نور اوه همه خوش و خرسند. زهرا تو رو خیلی شد که خندون ندیده بودم. میخندی ها؟ خنده با تو زیبنده هست. به شما چی لازم بود آقای چقدر؟ سیرین من میروم. تو همه چیز رو جمع کن بعد بیا. سیرین چی شده ایستاده است؟ آقای چقدر یکم گپ شده است. چی کار کرده ایستاده؟ آیده چی پرسیده ایستاده؟ ما در حقیقت کار داریم. میدونی من زهرا رو بسیار دوست میدارم، لیکن تو باشی به من یاری نداده ایستاده. به شما چی طور یاری دهم؟ چه خیلی که من به تو یاری میدهم همین طور. آقای چقدر ما آیدی لایحه همکاری داریم. اینجا یاری شما چی دخل دارد؟ اگر من نمی بودم با پا ایستاده نمیتوانستید. از این پیشتر چند کارو برباد دادید میدونی؟ زهرا برای همکاری همون زیدیت نشون داده بود. میبینم که رفتارش درست بوده است. سلیم
تو مرا خطا فهمیدی. زهرا برای خاطر من این همکاری رو دوام داده ایستاده است. اگر شما کار رو با دیگر چیز آمیخته سازید ببخشید، در بین یگان خاطر بینی نمیموند. از من تنها گفتن است. سلیم کجا شدی؟ بخشش دوگانه جان، تو رو انتظار کردم. با چغتای بسیار صحبت نکن. با همه چیز دخالت میکردگی شده است. من با او همکاری رو قطع کردن میخواهم. زهرا جان تو خودت میدونی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. این کجا شده؟ انا آقای حقم آمد. کنی بیاید. سلام. سلام. زهرا تو هستی؟ نه سلین، زهرا. از شناسایی شدم. оиди ба наворгирии сериал он қадар маълумот надорам, лекин мехоҳам ки аз аввал хостаҳоямро ба шумо бигӯям. маошам дар ҳар қисм чандӣ аст? мебахшед, азони мо аз як қисм иборат аст ва чӣ қадар давом карданаш маълум нест. ҳамин тавр? ҳамин тавр аст. ин филми бадеӣ аст магар? не, филми ҳуҷҷатӣ. тӯба кардам. мизро бубин чӣ хел зебо аст. вай нур нест? дар куҷо биншинем? ба худо ки вай аст. кай аз амрико омад? зуҳро ба худо пайдо кардем. чӣ? домодро ёфтем мегӯям. оғои ҳуқам ба шумо ташаккур мегӯям. боз мо бо шумо тамос мекунем. доим ҳамин хел мешавад. маро ҳамеша даъват мекунанд, ҳамин ки нархамро мегӯянд, баъд занг мезанем, гуфта ба ман занг намезанем. ташаккури зиёд. назравед. онур. ببخشید یک دقیقه. کمی پیشتر با خانمان چی گفتگو کردید؟ бахшиш, шумо ки ҳастед ва барои чӣ мепурсед? من راهبر آنها می باشم. нур? ман ҳозир меоям майлаш. вай 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 зуҳро, хуш омадӣ. чӣ ҳол дорӣ? рӯз бахайр. селин, эй худо, ин чӣ тасодуфи хушаста? дӯстам, моро фаромӯш кардӣ? ман шуморо фаромӯш накардам. агар шумо намебудед донишгоҳро ман хатм намекардам. кани нақл кунӣ чӣ кор карда гаштӣ? онурҷон, туро дар осмон ҷустуҷӯ доштем ки дар замин будаӣ. ба ту эҳтиёҷ дорем. селим чӣ кор карда истодаӣ? мелис, лабай, бо чиғатои муносибатат чӣ гуна аст? дар рӯзҳои наздик аз они ман мешавад. осон бовар мебошӣ. чағатай аз зуҳро канда намешавад. канда мешавад. ҳоло мебинӣ, хоҳиши ман мешавад. мебинӣ. салом духтарҳо. ин ки аст? намедонам. шумо ки ҳастед ва дар ин ҷо чӣ кор мекунед? ман шавқат. хеле хурсанд шудам. шумо зебо, ҳаво зебо, ҳавз зебо. об хунук аст. либоси обозӣ надорам, лекин бахшиш як дона ангур гирам. ангурро дӯст медорам. мелис, ин шахс кист? модарҷон, ман намедонам. ором шавед, ором. ман хеши домуло ҳастам, хонум. ба хонаи шумо меҳмонӣ омадам, назди домуло. нобакор, ту дар инҷо чӣ кор карда истодаӣ? худамро барахна ҳис кардам. астағфируллоҳ, астағфируллоҳ, ин тавр ҳис накунед. ту роҳгард, ба ту ҳис мекунонам. бародарҷон, не ки ту дар биҳишт афтодаӣ. бахшиш, роҳгард. тавба тавба, худаш кам буд ки меҳмонашро овардааст. духтарҳо, хона дароед. ҳозир. мелис, бархиз. ин тавр бошад, ман ҳам розӣ. ба хотири шумо. дар дилатон ягон касро доред?
یعنی برای مشکلی پیش نیامدنش میپرسم. ягон дӯст дошта надорам, озодам. дар дили ман ба касе ҷой нест. ман назди дӯстонам равам ки айб шуданаш мумкин. ин вохӯрӣ хеле муҳим аст. пагоҳ боз вомехӯрем. иҷозат диҳед. این طرف باشه تلفن میکنم. خوب تشکر زیاد. албатта хонум. селин майнаш хайр. саломат бошӣ. дӯстам, барои ҳамаш ташаккур. бисёр хуб. саломат бошед. то боздид. саломат бошӣ. سلام خانمان. فکر میکنم که این برادر هم ارتیست است. کاری ضرورتان همین بود؟ برای شرکت نوار شناسایی آماده ساختید. برای چی با من نگفتید؟ شاید من هم یاردم میدادم. چی؟ با اون پسری که با شما هم صحبت شد گپ زدم. تو با کاری ما چی کار داری چقدر؟ ها؟ تو ما رو تعقیب کرده ایستاده ای؟ ما رو به حال خودمون گذار، فهمیدی؟ مایلش تمام. اما اگر یگان کار داشته باشید نداره. تو بزدی. از هر کجا پیدا می شود؟ ҳеҷ гап не зуҳроҷон, домодро пайдо кардем. дигар ҳамаш сафсата. ман ба ту 100 маротиба нагуфтам ки дар атроф нагард. аз ин ҷо набаро гуфта будам. барои чӣ аз ин ҷо баромадӣ? барои гирифтани ҳавои тоза баромадам. чӣ хел ҳаво? дар хонаи ту ҳаво намерасад. шуд бас. استاد شام بخیر. زهرا شام بخیر. به فکر مهمان دارید؟ بله مهمان دارم. خوش آمدید. خوش باشید. شام بخیر. زهرا در کجاست؟ باری آخر با امام در صحبت بودنش دیده بودم. با امام؟ علی جان، میدونی که ما امام داره. نشیده خانم، امام را نیز به خوراک دعوت نمایید. تنها همین نمیرسید. در خوراکی اویلوی امام چیکار داره؟ با طبق خوراک را جمع نموده به نزدش ببرید. نشیده خانم، به فکرم نشونیدید؟ امام را نیز به خوراک دعوت کنید گفتم. چرا انتظار هستید؟ مایلش جناب. یکون چیز بگو. قبضه خط نشید. چی گویم؟ پدر جان، به فکرم به خوراک اویلوی بیگانه را دعوت کردن کمتر ناخوش است. باز شما خوبتر میدانید. من نمیدانم. پدر جان، شاید این از روی آداب نباشد. زهرا، در کجا بودی؟ بابا جان، کمتر کارم بسیار بود و راه سیر ماشین بود. عذر میخواهم. زهرا جان، باید امام را به خوراک دعوت کردند. بابا جان، شما یک تای من. او با مهمان هایش بود. ها؟ نشیده خانم، مهمان امام را نیز دعوت نمایید. حاضر دعوت میکنم. مرحمت. باش جایتون. بله برادرم، بار اول در خانه نومان چای می نوشیم. شوکت، برای چی خانه همان گفته ایستاده؟ یک شب میستی و از اینجا میروی. تو اینجا را صاحب شدی؟ تو برای چی دایی ما این طور میگویی؟ ما رو رنجانده ایستاده ای؟ تو در اینجا تنهایی چی کار میکنی؟ با تو همدرد رفیق لازم است. همدرد؟ تو؟ از تو همدرد نمیبراید. از تو تنها درد میبراید. خودم بر سرم یک دنیا درد دارم. پلیس اونال دیوانوار مرا جستجو دارد. از او پناه میشوم گفته امامی کرده ایستادم. در کودکیم کاش که با کرسی قرآن میرفتم. در حد اقل دعا را میآموختم. امام ساختکار نمیشدم. این کار دشوار است؟ البته دشوار. در یک عمر نماز نخواندگی را در یک روز خواندی ها؟ آب طهارت خنک نیست؟ خنک؟ اساساً سحر آب خنک است. باور کردم که تو طهارت کرده پای به طهارت به مسجد میروی. نابکار به اخلا نگب نزن.
به طهارت نماز خوانده نمی شود. نماز کار جدی است. خدا میزند دیوانه. تو تماما نمازخانه مرا نپرس. کنی بگو قماربازی رو بس کردی؟ چه قمار؟ برادر من توبه کردم نمیدونستی؟ خب کن خب. تو چی توبه کنی چی نکنی؟ دوملو شما بخیر. آقای اکرم شما رو به خوراک شام دعوت دارم. فهمو می تشکر. سلامت باشید. تشکر. آقا شام بخیر. خوش آمدید. برای دعوتتان منت دارم. مرحمت. تشکر. مرحمت. شام بخیر. خوش آمدید. گذارید. مرحمت. سلامت باشید. من دیگر صبر کرده نمیتوانم. اگر ما ناراحت کرده باشیم میتونیم برویم. استغفرالله حاج دامن. شما مهمانی من میباشید. آقای اکرم از شما خیلی منت دارم. هیچ گپ. مرحمت. با اشتهایتون. بخشش من حاضر میمونم. لابای تو در کجایی؟ در حوالی هستی؟ تو که نامدی من آمدم. در اینجا چی کار داری؟ در اینجا چی کار دارم؟ برای بردن تو آمدم. با یک شرط میروم. در نزد همه از بابایم عذر میپرسی. آقای اکرم برای دعوتتان تکرارا تشکر میگویم. تواضع و دستگشودیتان نشان میدهد که انسان برای انسان بودنش در نزد شما قدر کرده می شود. انسان برای انسان بودنش با قدر است. مال، ملک قدر آن را زیاد کرده نمیتواند. مرحمت با اشتهایتان. انا برای چی عذر پرسم؟ با او چی کار کردم؟ در شب زادروز زهرا چی کار کردن تو فراموش کردی؟ زنک جان برای چی فقط همین گپ رو میگویی؟ میدونی که کار داشتم. کار تمام شد؟ کلاس رو دستگیر کرده توانستی؟ نه دستگیر نکردم لیکن دستگیر میکنم. این طور باشد اول او رو دستگیر کن. حله زنک جان التماس. اونال مرا گوش کن. تو این آدم رو دستگیر ننمایی رفتارت دیگر نمیشود. این رفتارت مرا غمگین میکند. اول رفته کلاست رو دستگیر نمو بعد برای بردن من بیا. شرط و شرایط من همین است. فهمو؟ حله جانکم چخیلی که مولانا گفته است بسیار آدمان را دیدم که در تن لباس ندارند. بسیار لباس را دیدم که در درونش آدم نیست. مرحمت.
تکرارا تشکر میگویم. ما را شرفمند کردید. سلامت باشید اکای اکرم. برای گوشویرا مینت داریم. ممکن است که پیانینا رو ببینم؟ پیانینو؟ ها. مرحمت. تشکر. تشکر. حلالت بود برادرم. دهانی همه مک شاده ماندنم این طرف. با تو فخر کردم. ای شوکت بیهوده گپ زنی رو بس کن. من با نمازی خفتم میرم. خدا نمازهایت رو قبول کند. سلامت باش. پیانین نواختنت رو میدونستم، لیکن گپ های وزنین رو کی آموختی؟ تو چی گفتی من تماما نفهمیدم. یک سخنی رو که وای لباس آدم بود چی بود؟ راستی گپ نفهمیدم. شوکت همه آنها را از این دفتر پیدا کردم. خاطره استاد می باشد. تو هم در وزنینی موندی برادر؟ نه. من به تمام حیاتت عوض می شود. مجبور هستی که به خارجه روی. آدمان دیگر، فرهنگ دیگر. از همه مهمش از جستجوی خواهرت دست میکشی. شوکت با تو یک چیز میگویم. از جستجوی خواهرم هیچگاه دست نمیکشم. او به جستجو پیدا نمیشود، لیکن پیدا کرده جستجو کننده میباشد. من هیچگاه از جستجوی خواهرم دست نمیکشم. من رفتم. مایلش خدا نگهبانت. الا جان صحت شده است. کنی بیا بیا. شام بخیر. شام بخیر.
ака дар куҷоед? домуло камтар суҳбат мекардем. آقای خلیل کاری ضرور دارم. یگان شام دیگر می آیم. شام بخیر. دوملو پرسیدن عیب است و یک چیز پرسم. آقای ایرول اگر پرسیدنش عیب باشد برای چی می بپرسید؟ شام بخیر. این چخیل دوملو است. با یگان سوالمون جوابی نمیدید. ایرج از خدا ترس. نخود از خفای کسی که نماز میخونی باز غیبت کنی. عجب و چی کار داشته باشد؟ بیا از قفایش میپوییم. آخر گناه هست. خیلی بیا میرویم. جامه و سالش رو برآورد. اکه هجری دیدید؟ شب بخیر. آقای انگین در همینجاست؟ او در اینجا نیست. اکا چی خیل روزی گذشته اومده؟ همین روزی گذشته خانه رو خریدم. خدایا شب بخیر. اکه هجری ببین همه جا رو نظارت دارد. برای چی این طور میکند؟ نمیخواهد که یگان کس ببیند. اما من فهمیدم که استاد جا چی کار کردن میخواهد. چی کار میکند؟ بعد میفهمونم. بیا رفتیم که باز نبیند. بیا میرویم اکه هجری. لبای شام بخیر. آقای ایرول رو میجویم. آیا در همینجا زندگی میکنه؟ یک کوچه پایین‌تر از طرف همین خانه میباشد. با اونجا چی رفتن ممکن؟ از اینجا پایین‌تر میروید به کوچه راست گردید. خانه چهارم میباشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. راه سفید. سلام. چی میخواهید؟ یک چند روز پیشتر اومده بودم برای شناسنامه. فهمو میدونم. آقای انگین ناومدن. دیروز زنگ زد. نصیب یک روز پس میآید. تشکر. با خدا که شبانه از حال تمام خانه های یتیمان و بیچاره ها استاد زیاد خبر میگرفت. ما این را با چشم خودمون دیدیم. اکه هجری با خدا که با چشمان خودمون دیدیم. از این برمیآید که شبانه این کار را میکرده. بله. با خدا آدمی نیک بودنی دامولا را میدانستم. با دست راستش خیر میکند، دست چپش نمیبیند. من باوری نداشتم. خودم رو عیبدار حس کردم. استادم سلامت باشم. در اونجا ما با اشتهای تو کودکو بیوید شیری نکنی. من امروز تورتویمون بپول کنی. داروید مرحمت داروید. شنید
کنه اینجا شینید همه شینید مادر جان اینجا چی شده ایستاده است؟ نپرس دخترم، ما از چیزی خبر نداشته ایم. استاد زیو که تو از او خوش نداری و ما درس انسانی داد، درسی از احوال کم بغل خبر گرفتن رو و با اونها یاری دادن رو یاد داد. نفهمیدم اویدی چی نکل کرده ایستاده اید؟ استاد زیو گفته ایستادم. استاد زیو بعد نمازی خودت پنهان کرونا با کم بغلان برای کمک و چرا دارو میزدن. همان آدم؟ بله بیتول جان بیهوده گناهش رو گرفتی. گوش کن، اگر تو به ما یاری دیهی ما هم به تو یاری میرسانیم. کالتا کیلاس در کجاست؟ در پشت. مرا مسخره میکنی؟ این رو برد. یک دقیقه حاضر او را به گپ می‌دارم. نه، اگر جای کلاس را به من نگویی کلای کبوترت را میکنم. سرده او را وگرنه تو را میکشم. او را سرده او را میگویم. منش میگویم او را بگو سرده. در خود کلای این خوش را یک را من از تن جدا کنم. تو در اینجا چه کار کرده ایستاده؟ تو رخصت مهنتی گرفته بود؟ این باید شما سرداری من نیستید. سرداری من کمیسر اونال است. او میتواند به من امر دهد، شما امر داده نمیتوانید. همین طور نه کمیسرم؟ السلام علیکم. خوش آمدید استاد. سلام علیکم. اینجا چی شده ایستاده است؟ دامولا ما رو در حیرت گذاشته. چی گفتن ما رو نمیدانیم. خوش باشید اینجا است. با خیرخواهیتون ما را در حیرت گذاشته. برای چی تا سحر به فقیرها یاری دادنتون را از ما مخفی نگاه داشتید؟ اگر هجری و آغوز نمی بود ما بیخبر میموندیم. شما ما را تعقیب کردید. ما با مردم محله خودمان جمع شده برای یاری پول جمع کردیم و برای تقسیم کردن این قوطی ها شما را انتظار شدیم. استاد به دعای خیر شما. آمین تقسیم میکنیم. دامولا یک صاحب کار این یاری مخفیتون را شنیده درس عبرت گرفته است. وای هم شنیده است. وای با شما وا خورده خیر کردن میخواد. این سراغش. هجری جان به استادمان یاری ده. پدر من هم همراهشون روم. مایلش پسرم. این شخص کی بوده است؟ یک صاحب کاری محل ما. مایلش من رفته با میخورم. کنی شما از پیش گذارید. روید. راهی سفید خدا یارتان با. ایشان را حرمت کردیم. گلویمان را خفه کرد. لیکن نام من نمیک می باشد و قصدم را میگیرم. دانستمان. شما تا سحر من را تعقیب کردید. شما دیگر کار ندارید. لابای زهرو. نور این بیگاه اومده میتوانی؟ نه تماما تو خواطر نباش جانم. همین که من وعده دادم البته که میایم جانم. مایلش تو دیدار. تمام مایلش احتیاط کن زهرو. خیر تو بگو. زهرو؟ کیست؟ بابا جان. لبای جانم شما رو با یک نفر شناس میکنم گفته بودم. بله گفته بودی؟ این شما شناس میکنم.
همین رو گفتنی بودم. نخود. این بسیار خبر خوش می باشد. بسیار خوب. بیا خانه درو کنی. همه اینجا جمع شوند. شما هم بیایید. چی شده است؟ پدرت باز بروی چی داد زده ایستاده است؟ پدر جان یگان چیز شد؟ بله شد. بسیار واقع عجیب شد. امروز زهرا جانمان شوهر شوندهش را با ما شناس می کند. زهرا این بهترین خبر است. برای همین بیگاه همتان را در اینجا انتظارم. فهما؟ چی باشد؟ ما میشناخته باشیم. مادر برای چی ما از این خبر نداریم؟ در اصل برای چی تو خبر نداری؟ اگر این کار میشد بسیار آسان میشد، زود حل میکرده. لیکن عشق بسیار دشوار است. من در این حیات چیزی از عشق دشوارتر ندیدم. اگر نشود نمیشود. تو دوست میداری وای دوست نمیدارد. این طور شدنش ممکن است. این چیزی خرید و فروش میکردگی نیست. با پول نمیشود. من همچنین عذاب را کشیدم. دیدی که نمیشود. خودکشی میکنی، از پیشانیت میپرانی. عذاب عشق را من میدانم. شما خوب هستید؟ اوکی کامون. زنها مردای قهرمان را دوست می‌دارند. چنگیز با برادر چغتا یاری دید. او را قهرمان کنید. مایل شکا. با من کی بودن زهرا رو نگویی به هیچ کجا نمیروی. تو دیوانه ای ما سال گذشته جدا شده بودیم. مرا غم نده. آنور تو برای همون زن شده از من رفتنی؟ تو دیگر کار نداری ها؟ من و تو از هم جدا شدیم. فهمیدی؟ آنور حالا تو میبینی. شما را تکرارا دیدم بسیار خوش است. از این برمیآید که در یاد دارید. البته در یاد دارم دامولا. چون این مردان خدا را چه خیلی در یاد نداشته باشم. لازم نه. این بچه ها شاگرد هایتان هستند. هجری دست بوسه نکن. شنیدم که یک امام به تمام فقیران محله یاردن میداد است و من هم خواستم که حصه خودم را گذارم. سوکه را بیار. در باخری گذشته درک کرده بودم که شما امام خیرخواه می باشید. دامولا در گوشم یک چیز گفته بودید یادتان است. دامولا در اینجا 50,000 لیره می باشد. انشالله. محکم کن. در اصل 20,000 لیره دادنی بودم، اما غیرت شما را دیده 30,000 دیگر زم کردم. التماس این کمک ناچیزی ما را به اعتماد رسانید و در حق ما دعا کنید. دیده در حقیقت ما رو در غفلت گذاشته. کم بغلان بسیار خرسند می شوند. استغفرالله داملا، استغفرالله. خدا از شما راضی شود.
شما کار دارید، وقتتون رو نگیریم اگر اجازه دهید. بفرمایید داملا. رفتیم. تشویش نکش، من خودم. تشکر. داملا بیدرک نشو. هجری این سمکه رو گرفته راست با محل روید. من می آیم. نظارت کنید. ما همش رو با اینا باید گرفتیم. بسیار خوب. اکنون دور روید. دور ایستید که درک نکند. ها، دروغ بودگیش معلوم نشود. کاری کنید که مرا پی نبرد. میدهیم و شما اومده او رو خلاص میکنید. فهمو؟ اینها کجا شدنده؟ خاموشید! خاموشید! اسبایهایش بردار! اسبایهایش بردار! چی شده ایستاده است؟ سرده مرا! گم شوید! دم شوید! زهرا تشکر زیاد. تشکر. نترس، من همینجا. خوب هستی؟ تشکر زیاد. زخم داشتید؟ هیچ گپ نیست، زخمش خوب است. التماس به بیمارخانه روید. نه، لازم نیست. من بیمارخانه رو دوست نمیدارم. من در داروخانه مرهم میمالم. خیر نباشد به کارخانه من میرویم. ها در آن اونجا. آنقدر دور نیست. التماس. مایلش. التماس رفتیم. خود را تشویش نمیدونی. انا بخیر. زورا جون، تو رو یک دقیقه ممکن است؟ استاد بخشش فضل میایم. فهمو. چی شد؟ زورا جون وای مرکیست از کجای شناس می نموید؟ استاد زیاد امامی مسجدی محله امام.
در خانه ما زندگی میکنه. در خونه شما زندگی میکنن؟ تو با پلیس زنگ زدی؟ زنگ زدم. یزنا در راه اومده ایستاده است. خوش آمده. خانم زهرا در کجاست؟ زهرا خانم. یزنا خوب هستی؟ یکم زخم نداری؟ با زنگ زدن سیلین زود آمدم. سیلین سلامت باش. هیچ گپ نه. تشکر. من خوب هستم، خواطر نشوید. یگان کاری برشدنش ممکن بود اما استاد زیو خلاص کردن. در روزهای نزدیک آن بیناموس را دستگیر می‌نماییم و باید جای حادثه را از نظر گذرانیم. زیو بود چی بود؟ استاد زیو. من باید با او بخورم. حالا باید در همین جا هست. بله یک دقیقه. بزلان استاد زیو رو ندیدی؟ من ندیدم خانم زهرا. رفیقان مهمون داشتم استاد زیو ندیدید؟ تو کجا رفته باشد؟ حاضر در همین جا بود. شاید به نماز رفته باشد. آیا شما تلفن وای دوملو زیو رو نداری در دستتون؟ آقای مامور من خودش رو میدونم لیکن رقم تلفنش رو نمیدونم. یزنا بعدتر خودش به شما زنگ زنن میشود پرابلم نیست. یزنا به شما من گپ دارم. نترسید. آن بیناموس ها دیگر به شما ضرر نمیرسانند. من نگهبان تو هستم. نترس. آقای مامور خطا کرده ایستادید. جبدیده دوگانه‌اند. یعنی وای فرق ندارد اما شما من فکر میکنم که برای دوگانه تان ترسیدید. نترسید. سرژانت مایور یعنی یاردمچی کمیسر لونت نمیگذارد به شما ضرر رسد. یک چند سوال دارم. یزنا التماس بابایم از این خبردار نشوند خواهش میکنم. التماس. مایلش اما جای حادثه را باید بینیم. اولا نامتان را بگفتید. سلین. سلیم. سلین. سلین نامتان جایی بوده است. اکنون رقم تلفنتان را گویید. لازم می شود. رقم تلفنم رو آقای اونسل دارند. این طور باشد از تلفن آقای اونال به من زنگ زدید. روز بخیر. خدا یارتون باد. نایستید کلی از پای کار شوید. با استاد زیو پول خیریه را آوردیم. خیرت چی؟ یک صاحبکار با استاد زیو 500,000 لیره خیر کرده است. 500,000؟ بله. حالا آن پول ها در دست یکی هجری می باشند. سیلین من سخت ترسیده ایستادم. باز یگان مشکلی نشود. سفسطه نخون برای چی مشکلی شود؟ در آخر شخص در کوری همون رو پیدا کردی. جانم تو خواطر نشو. یگان کس از یگان چیز خبردار نمی شود.
گویا که تو در حقیقت اویله برپا کردنی به هر حال دشوار است. به فکرم اومد. خوش آمدید خانم، زورا شما را انتظارند. نور خوش آمدی. دوستم خوش آمدید. سیلین دوستی چی؟ سفسفه نگو. سلام آقای آنور. سلام. زور را باور کند گفته گل هم آورده است. چی کار کرده ایستاده ای؟ میشنون. نور در اینجا راست ایسا به این طرف گذر. دخترها شما بسیار زیبا شده اید. تشکر. من با بابایم خبر دادم میآیم شما به حضور در اینجا صحبت کرده ایستید. امکم در اونجا. التماس امکت رو با این کار همراه نکن که در هیجانم. رو بابایت رو فرید. مایل شما صحبت کردن گرید من میآیم. سلام خانم زیبا، خوش آمدید. به شما چطور یاری رسانم؟ به عقل است تو یگون کس یاری پرسید. کدامش؟ انا اینش. بابا جان شما آواره شده نفرایید اینجا بیاید در اینجا صحبت کنید. چی؟ داماد اینجا می آید در حجره من. تو چی گفته ایستاده ای؟ کنی زود رو با پایان فرا من اومده ایستادم. رفت حاضر تیار شده می آیم. نور جان تیاری تبین. بابایم آمده ایستاده است. خوش رو شرمگینانه گپ میزنی فهمیدی؟ نامرد اصلی؟ تو چطور در حق من این کار رو میکنی؟ من چی کار کردم؟ با من خیانت کردی. چی؟ هجری لابای استاد تو حاضر به من سوال دارم نگوی که طبعم خیره است. من روم که استاد آمد. خیر جان تا بازدید. استاد امانتتان را آوردم. تمام با من ده. با شما جواب. شب خوش استاد. دوستم لیکن من یک سوال دارم. کنی زود بگو در درون این چی است؟ شوکت تو هم سوال نپرس. توبه رفتیم. ها باز با بالاش بینشین. من ندیدم. تو با برادرت معامله خنک کن. لیکن برادرت به این نگاه نکرده لباسهای دوست داشته تو را جمع کرده بیاره. ببین برای چی؟ این لباس ها را برای آن آوردم که این دنیا را هم ببینی. کدام دنیا شوکت؟ من خودم میشدگیم بر این شدم. این لباس ها را گرفته بپوش. روزهای گذشته بر این کمتر رقص و بازی میکنیم. نور تو با من دوست داشته ندارم گفته بودی. دوستم تو کاری نو درست کردی. دخترها آرام شوید. تمام آرام شوید. تو مگر دیوانه هستی؟ ما جدا شده ایم. خیانت چی رو گفته ایستاده ای؟ از بین یک سال گذشت. تو دیوانه هستی؟ کدام از شما زورو است؟ زودتر بگوید. خانم اصلیه اصلا حقیقت دیده شما برای نیست. زورو تو هستی. تو حق نداری که با من گپ زنی. آروم شوید. التماس داد نزنید. بابایم میفهمد. شنود شنیدن گیرد. آن همه دانه کشمان چکت شرمنده هسته. ایستا اصلیه گوش کن. حاضر با تو همش رو میفهمونم. آروم شو. چی رو میفهمونی؟ زودتر فهمم. یک بار برای خواستگاری من چونین گل چونین شیب و کاستیوم پوشیدن نآمدی. برای اینها باشد. اصلیه گوش کن. یک لحظه آروم ایست.
тамом ҳозир ҳамашро ба ту мефаҳмонам. тамом хомӯш ист. خاموش هستید زهرا جان بیمان که نقل کنند دیگر چاره ای نداری. бобои зуҳро ба қарибӣ вафот мекунад. мехоҳад пеш аз мурданаш тӯи зуҳроро бубинад. چی؟ барои хурсанд кардани бобояш ман инҷо омадам. домоди сохта ҳастам, бифаҳм. این همه بازی است. خانم اصلی آرام باشید. ҳа, танҳо хурсанд шуданашро мехоҳем. یعنی شما هر دویتون бале, айнан ҳамин тавр. شما فکر نکنید که من بیعقل هستم. آیا در دست شما یگان کودک است؟ دامادی ساختن بابایش می‌مرده بوده است. اون همه داند که شما چقدر شرمنده هستید. این چی غوغاست ها؟ چطور خوب است؟ وای 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 لیوناردو دیکاپریو تو این رو ببینه اینقدر زیبا شده است. با دستت چی شد؟ هیچ چیز نشده است. چخیل من فراموش کردم. چرا فراموش کردی؟ یک دقیقه. تو مرا اینجا انتظار شو. کمی پس می آیم. وای 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 دوملای عاشق. زهرا جان یگون پرابلم هست. نه این چی به ترتیبی؟ آیا همه چیز رو من جمع میکنم؟ شما کیستید؟ برای چی اینجا غوغا میکنید؟ میبخشید و این رو از من و از نبیره خودتون پرسید جناب. این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان چی؟ چی؟ این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جان این این یا که این داماد است؟